سلام. سلام. جواد دوباره برگشت. امروز جواد فکر کنم لباس اصلی و قشنگم استفاده نمیکنم دیگه. ایره قرض گرفتم. آره او رشوی بود چون یه 6-7 سالی بود رو داشتم پوشیدم. خب خیلی خوش آمده به ویدیوی جدید. چی بهتونم میه؟ جواد بدنساز داره میره باشتا. چی و آمبولنس میشه بود الان نمیزنه؟ اوه خدا الان میمم شده یالا برات ولش کن. بله گوی چی برداشت شد؟ خب همین ابتدا لایک ساب لایک کامنت بوست لالا لایک چنل جدید حمایت یه شعار خیلی زشتی اینجوری. نه الان در ما رو تخته میکنم. امروز اومدیم با یه بازی که قبلا خیلی دوست داشتیم، هم شما دوست داشتین، هم شما دوست داشتین، هم یه آقا دوست داشت و اومدم که بریم از همین الان شروع را. خب ما بچه‌ها رو بزنیم. خدایا سال اول شروع میشه مثل همیشه. ای کسایی که نمیدونن یکی نوبت بچه‌ها میشه. یک سوال بوم 10 کلمه‌ایه. بچه‌ها دونه دونه یک کلمه میگن، یک کلمه میاد، بعد سعی کنن سوال رو حدس بزنن و بعد جواب رو حدس بزنن. سوال اول بفرمایید. واستا او علی یونیکسال. از اول مشخص. خب یاد اون علی یونیکسال نیو فیس قدیمی ایرانیه میفته. میگفت از کی بپرسم؟ میگفت از خودم بپرس. یعنی واجی خودش بپرس. همین حرفت باعث شد دیگه نه تو ویدیو برو بیرون. بگو. میخوام یه ویدیو قبلی تلمبه بزنم به روح و امواتت. خب وات سلام. روح تو گفتم 4 دیگه. اصلا نگفت 4 دیگه فقط ادیتور بزن پلی بک کن. ما که نشدیم. من اصلا نگفت 4. یه تلمبه بزنم به روح و امواتت. خب ماریو چیز خوبیه ها چی؟ خیلی خوب در اومده ماریو. چی بازیه فرش دارم پام. بازی ویدیوی سوپر ماریو بروز انحصاری کدوم کنسول بازی است؟ خب نینتندو سویچ. داشت این باشه خیلی اگه قشنگه. سوالو اگه خب نبود چون اشکال نداره. خوب ولی رفتی جلو. خیلی خوب داشت دقیق میاد. هینت دادم به بقیه دیگه. علی 7 دقیقاً بگو الان بگو. چه دقیقاً در چه سالی عرضه شد دیگه منظورم اینه. بگو خب گو بخور الان چه بازی سوپر ماریو بروس. چی؟ بازی سوپر ماریو بروس. در کدام سال دقیقاً عرضه چی شد؟ داری میگی؟ بازی سوپر ماریو بروز. بروس. دقیقاً کی عرضه شد؟ آدم میدونی؟ نه. جواب گفتم دقیقاً در چه سالی عرضه شد؟ زانت رفت. اشتباه بود ریدی. حسین یک سوالش اشتباه بود یا جوابش اشتباه؟ اصلا خود من که جواب نمیدم. یک 100% بازیه دیگه. در بازی سوپر خب ماریو. می‌خواستم مطمئن شم. در بازی سوپر ماریو بروز شخصیت دقیقاً چرنگی بود. سبز. نه اینو کار. اول اینکه شخصیت دقیقاً چرنگی بود که اصلا فکر نکنم درست جا بشه. سبز. بعد سبز. یعنی قرمز هم نه. سبز. دیدم یه واقعا. خیلی چیز دیگه گفت علی خودتی بگو. نوحو بزن. نه حسین علی نام. اوه. نه دمت گرم. اصلا نام چرا آخرش باید بشه؟ چرا الان سال با اینا تموم میتونی حرف میشه؟ بزنی. این سال اون من میشه. بلد نیستم. من بلد نیستم. اسمش ماریو بود دیگه اسم یارو. حالا من یه جور دیگه میگم. بگو. در بازی سوپر ماریو بروز اونی که رنگش مثلا سبز بودش اسمش چی بود؟ بلدی خب؟ لویجی. خب ریدی. خب نفر بعد. لویجی بود. خب 6 6 اصلی در بازیه. سوپر ماریو اصلا بروز نداره. شخصیت اصلی دقیقاً چنان داشت. بگو دیگه. ماریو. باری کلا. اصلا بگم ماریو ولی گفتم پیچوندی سوالو. آره نه میدونی گفتم محمد دقیقه خولی گری بخودم چی کاری بکنی دیدم هست همه سیاموغ سوال خنده‌دار بود مثلا. از خاطر حسین دقیقاً قضاوت نه ببخشید. نگاش گفتم ماریو حالا بابا یه جوری میگه خاطره انگار مثلا مال 15 سال مثلا ویدیو رفتم با یک پیزا گرفتم معلوم شد گفت تو چه کم بخیر دارم هر خاطره یک چیکی گفت مال یاله دست در بازی سوپر
ماریو شخصیت اصلی دقیقا چه چه نام؟ نام داشت؟ این بعدی. حالا خب. علی اولی دیگه. الان نه حسین دوست دارم دوست داره دیگه منو کلوف شماره 2 بوم. کشور علی علی یک چیزی رو باز کردی که میتونی حدس بزنی حتی. فکر دیگه من نکن کشور در بین دیگه. همه کشور کدام کشور در کشور نه بابا آن کشور کدام کدام کشور آن کشوری که در 6 ساله چی؟ بچه اینو تازه اشکال که نفهمید دیگه کدام کشور در قاره آسیا از همه بدبخت‌تر؟ ایران یه امتیاز برای حسین کن. یه دست های رفت بنویس خواهی که کدام کشور جا 4 بوم. آه لیلی. دره در کشور فلان کاربران مثلا نه بیشترین کاربران اشتباهه بیشترین کاربر درسته نه این کلمه محمد سوال در مورد بیشترین کاربران شاید کمترین در باشه کدام کشوره خب واسه همینجا که اصلا سوال 6 تا کلمه کلا بیشتر نبود جوابش خیلی فهوای سوال من رساندم بابا جوابش بود چیز بود دیگه تو هم بگو ایران یک کشور آفریقایی بود فکر کنم نمیدونم آفرین داشت اگه ایران بود که چه قصر رو سودان یعنی نگاه کن به سودانی دست صحبت میکردی خدایا کشور آفریقایی بود چون یادم میگفتی افغانستان منطقی تر از دوباره سودان بزن. باشی سودان جواب سودان داد اصلا تو چرا باید بری یارو چیزشو میذاره رو گوشی میره تو سایت اسلاشی با هم کار بکنم اسکن مثل اکثر انگوش مثل پن سامسونگ لامصب بذاری یه دونه قبیله چیزی هستن لاشیا با تناب بدن دور گردنش عالیه آلیله آلیل از آقا بگو خیلی دارکه 6 فعال کشور چاربه فعال کدام کشور کشور کاربر فعال کدام کشور بیشترین کاربرانه فعال در چیز مثلا داشت 5 پنج وسط خب 6 شد جان. خوردی 5 یه جوته جایی رفتی ادامهش هم بگو دیگه. کدام کشور بیشترین کاربران محتواساز فعال در فضای مجازی را دارد خب چه کشوری؟ آمریکا باید باشه ریدی نفر 5 من هرچی فکر کنم نمیتونم 5 بوم بازم نمیفهمم اینترنت کشور؟ فعال کاربران اینترنت فعال چه معنی میده اصلا خب یه اشتباهی شد اینترنتی الان از این میتونی جواب بدین دیگه ما دیگه مشخصه دیگه اوه نفهمیدم. اوه منم ما فهمیدم یه حدسی بزن حالا جواب بگو سوالو نخوندی هم نخوندی ما فهمیدم نگه لاشی فهمیدی؟ ها کنده هندوستان هند درست بود نه 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 داشت هندی ها همه جا هستن اونم اصلا تازه سوال رو باشه. نفهمیدیم برا من مطمئنم همون سوال بود یه پیچش کاربران داره اینترنتی فعال باید چیز با باشه اینترنتی فعال یه عدد بگو حد 7 فکر کنم بیه 7 بعد فعال چی گفتی 7 فعال را دارد داشت نودهش هم کردی تو ترفت کیف ده اونا نه ترفت ده سه الان چیه من سه رو نمیفهمم چیه راستم 3 رو میگفتی ببین اصلا کدام کشور کمترینه بیشترین کاربران اینترنتی اصلا فعال را کجا در جهان بیشترینه؟ دارد همچین سوالیه دیگه خب هند نبود دیگه کیه آمریکا نبود هند هم نبود چین درست دیگه چین بکن درست داری پشما چین البته راستم میدونی کشور بیشترین کاربران اینترنتی من رو بیشتری میدونی البته جهان چرا دارد. تو باید اینجوری حساب میکردی ببین کدوم کشور از نظر تکنولوژی بیشتره هندی‌ها آره ولی هندی‌ها بیشتره. مناطق محروم هم زیاد دارن تو باید اونجوری حساب بکنی چیزی که گفته بودن اینه. چین اینجا هم به ما ضربه زد خب این دو شد تکه این دفعه علی شروع نکنه بازم دور علی رو نکسم تو اصلا امروز قرار نیست بازی رو شروع کنی 5 علی بیان تو به عشق 85 خب 5 اثر پروانی داشت من نمیدونم بریم بعدی علی آجی 6 6 بوم اثر معروف اصلا حسین؟ فکر نکردم چرا گفتم نمیدونم اصلا یه لحظه به جایی وصل شد حالا نمیدونم به کجا وصل شد ولی 4 بوم
این داره بدتر از بدتر جهان میشه. اثر معروف. اوه واسه یه چیز داره میاد تو ذهنم. Let me tell you something. معروف ترین اثر جهان نه جهان اثر معروف. حلش میگه چیچیه اگه اوتو بذاره او نفهمیده نه موقع یه این کیه دیگه. آخه خودم نمیدونم درست رو میزنم ولی اسم میگم یه چیزی چیچیه که جهان اثر معروف کیست مثلا یه چیز توی مایا بگرد تو زندگی کتابی که آخرش جهان باشه چیه؟ حالا اسم کتاب نیست. مثلا پرفروش‌ترین کتاب جهان اثر معروف کدوم نمیدونم من عالیه. داوینچی داوینچی هیچ کی فکر نکرد. تابلوها رو داشتی میگفتی نه؟ نگو درست. متاسفانه نفر 8 8 به آخر ببین. درست گفت حسین. پشماتون بریزه ولی درست گفت. حالا چجوری معروف کدام تابلو نقاش نقاش مشهور جهان اثر معروف شام مونالیزا. هفت اگه میگفتی رو هوا رد زده بودی. هر کی هفته گفته بود جواب میداد. ولی خب حسین چجوری از این سه تا شاید باور داشت ولی من اگه هفته میگفتم اصلا نمیدونستم مونالیزا داوینچی این همه مثلا شاید کتاب مثلا هیچی جی کی رولینگ نمیدونم جی آر تالکین بگه داوینچی گفت اون وسطا چی خواهر اومدن. حسین شروع کن. جایزم یکی شروع کنم سوال 2 جواب 2 چی؟ دو دیگه راشق دو گفتی دیگه چیکار داری میکنی با خودت؟ حالا چی باید بگی باکس 2 حیوان علی درست. کدام میوان علی نبود من که خیلی جواب بدم. باشه ولی خب نبود. یه ادامه بدم من واقعا جوابم گفتم علی میخواد رچه یکی دیگه برو دیگه الان علی 4 ترین اوه 3 باید بزنی اصلا نمیشه حاجی بزرگترین دیگه اصلا سریع‌ترین شاید کوچکترین باشه کوچکترین کندترین شاید من کی حالا چه جوابی واسه این سوال تو داری؟ 1000 تا علی راشق وال کدام حیوان پستاندار نه اشتباه است من پستاندارترین علی کدام حیوان پستاندارترین است خیلی بزرگه خیلی پستان بزرگترین پستان داره. علی بگو. 3 پنجم راست میگه باید بزنیم چند میگه کدام بزرگترین دارد منم چیز خوبی برای باز شد. خیلی حیوانات سریعی داریم ولی خب معمولا میگن یوز پلنگ میگه مثلا میگن خیلی سریعه دیگه. هر سری یوز پلنگ شو 5 به نظر من واقعا احساس میکنم شاید یه چیز فانتزی باشه. منم 6 26 26 رو برات باز کردم. آفرین تو هم دهنت کدام حیوان سریع سرعت ثبت شده رو از آن خود دارد چیزی دیگه خب چیه؟ من می‌خواستم ببینم در کجا خب حیوان؟ در خوشی منم میگم یوز پلنگ اینا معمولا بیشتر یوز پلنگ دیگه معروف ترین. احتمالاً در خوشی نیست احتمالاً این یکم سخته در صورت جوابش اینا باید بدونی. مارماهی حیوان بود اصلا یکی خیلی خوبه. اصلا حیوان اینجوری میرفته سری میرفته. آره دیگه گفتم شاید با خودم فکر کردم حیوان مثلا سریع‌ترین کدام حیوان سریع‌ترین مثلا حیوان دریاست دریا هست. بعد مارماهی جوابش خب دیگه سریع‌تر از وال که سریع‌تره دیگه تو شاید اینو یک میده مثلا 100 کیلومتر میره تو یک ثانیه. اینجوری در نظر نشه که بزرگ آروم یه میره. شماره خوب بگو. الان هواپیما چقدر fast as fuck big خب دیگه آره جواب دیگه big چون می‌خواستم big علی بگو یه عدد بگو بعدشم خدا بین 8 و 9 هر کدوم خواستی اینجوری از گوخوری هم میکنی یه هفت باز کنم واقعا ثبت شده آخه اون ولی 8 باز کن 8 آخه من احساس میکنم او 5 او واسه کوچولو است اسمشو فقط نمیدونم یک چیزی هست کک نه کک که فقط ما یک چیزی یک کک مشیته اینجوری مپره سریع ترین خیلی هم سریعه کدام حیوان شاید میگه کدام من سریع‌ترین ارگاسم رو دارم خیلی دوست دارم این سوالی که حسین برده جوابش هم بدونم مثلا سریع اورگاسم ما علی
شتر مرغ دیگه نمیدونم. الان حتی زدیم آره. الان چک بود چکاوک بود شطور اما اون حیوان کوچیکه شاید اسمشو نمیدونم. شطور خیلی کوچیکی مشتی بگو نه دیگه میگم نمیدونم. 5 خیلی مطمئنم سرعت دیگه لاشی مرغ مشخصه. کدام حیوان سریع‌ترین سرعت ثبت شده جهان را دارد؟ آره دیگه. خب این این سوال درسته شما سوال گفتم دیگه و بازم نتیجه دیگه وام کرده جمع رو. یوز پلنگ دیگه معروف ترینش دیگه. دست یوز پلنگ اصلا چی میتونه بیاد؟ از این حیوان رو کوشوموش واسه من یه چیزی هم میخوام اگه نمیگی که اسب دیگه اگه یوز پلنگ نباشه دیوس اسبه دیگه معمولا اسبم اگه اسب اسبشو باید میزد. چیزی حداقل بود که منطقی یوز باشه پلنگ دیگه واقعا چیزی شاهین بگیریم بره بالا چرا راست میگی؟ شاهین هم سرعت اینم حسین امروز خوب روشنه وای کلا شاهین به پرنده اصلا فکر می‌کردم زمینی داشته فکر کردم شاهین تو دایوش آره. به سقوطش راست میگی. به 240 مایل بله. یا همون 380 نه این 240 میخوایل با نوکش میره تو یارو پاپس میره کلا. آره دقیقاً هم این معنا شاهین جوا شاهین می‌کنی شاهین ارادت ساندویچ کردید تو سه شاهین ارادت 6 تا دیگه مونده باید کامبک بزنم خب کامبک باید بیزیم سوال 5 که علی نیست حالا یکی از شما دوتا بگم حسین بود دفعه شما بود ما اول استار زدم تو بگو هشت. این نیست نه دیگه. ما فکر کردم یه 8 8 جهان باست نه تو جهان برو بعدی دیگه چی بگم تو جهان یک داشت یک که اصلا هیچ وقت مطمئن خوب نیست کدامه دیگه خیلی وقتا اول چیزی تو کدوم جواب بدی کدام جهان کدام جهان کدام جهان سوم نه دیدی فقط جهان سوم تو چیز جالبی رو باز کردی کدام فیلم چون جهانش هم باز شده خیلی جالب بیشترین فروش گیشه را در جهان منطقیه دارد؟ حالا یکیش کم آمد. خب چیز بود دیگه. محمد یه سوال نمیاره ولی خب شاید هم بیارم شک خیلی تکراریه چون همش بوده اند گیم که نیست. اند گیم دوم اولی آواتار است. نه دارم به دنیای بدی میرم. دنیای بدی تو میرم. مغز یکی از اون ها بود فکر کنم. اون پرفروش نبود آخه. کدوم مسیر رو بالاخره داری میگم یکیشو بگو بلند دارم فیش میکنم. آواتار 1 آواتار که یعنی چه سالی اومده 2009 اینا بود دیگه قدیمیش. دو تا اومده کلا دیگه. یکی 4-5 سال پیش اومده یکی هم خیلی قدیم بود دیگه. قدیمیه. درسته درست آواتار دو بیشتر فروش کرده از یک به نسبت تورم و اینا حساب نکردم یه حالت فروش بیشتر میدونی چی میگم سینمایی بیشترین آره یعنی ما آواتار دوم گفتیم قبول نمیشد جهان داشته است آره یعنی ما آواتار دوم گفتیم حساب نمیشد چون الان بزنی زده آواتار من دو چیزی که سرچ پرفروش‌ترین کردم آواتار اول آورده منم تو جا بعدش آواتار اند 1 گیم بود. میگم بعد دوم مطمئن تازه بودم. دوم بیشتر دومش از این. اند گیم بود یعنی آواتار 2 نبود حالا نمیدونم گم بخوره. درست بود و میریم بعدی تو مایا دو خب دیدی من بزنم 10 کدام؟ من بزنم 10 کدام میشه 10 نمیدونم سوال برعکس نوشتم. راست دست به آواتار دو یوتیوب سومی آواتار چنل یوتیوب من زدم جدا بر خودم یوتیوب درآمدش قطع شد تو چی میگی فهمیدی چی شد فهمیدی چی شد از فهمیدم تو یقه حسین به خاطر قطع شده درآمد کدام انسان روی زمین خب بیشتر از همه کرده است حسین وای، شاید یک چی بود پسرم؟ نمیدونم حسین خب نه بعد یک که حسین گفتی کدام انسان گفتم خب اولش در کدام انسان بیشتری دست حسین. سوال درست چجوری میشه خب اشتباه بود نفر بعد علی بگو سی بوم کدام کشور باز دوباره کشور اینجا رو بذار اینو بعد بدیم یه حالت خاصی داره در کدام کشور بیشترین فروش کوکائین وجود دارد؟ کلمبیا. چه چی کاره بگی کلمبیا پنج 5 در کدام کشور بازو 4 چی آجی در کدام کشور مثلا فکر کنم آسیایی اروپایی مثلا آره هم چیزی چیزی باید باشه لو دادی خاطر نفر بعد 4 نمیدونم چی منم خیلی وقتا بعضی از کلمات فقط برای پر کردن
البته همکنون هم مهم حالا شدم. همکنون کدام کشور همکنون بیشتر جمعیت را دارد؟ میتونی نه نمیشه بازم باستا. چرا بشینشه نه فهوای سوال داره فهوای سوال چین نمیشه دو تا سال جوابش یکی باشه اشتباه میگم بیشترین چیزیه که اون داشت نمیخوای یه عدد بگی همجوری چرا حرف نه؟ بزنی. نه دیگه حرف بزن. گو خوردی اصلا نوبت علیه بگو تو فهمی اصلا فهمی چی اصلا این نفهمی با من چی را این جوریه اصلا نفهمی بگو 26 بین 6 ها خوندم ولی میگم 26 بود. 7 26 26 نوبت نمیشه بهتر حالا بگو همون شیشه دیگه. خب بابا وقتی میگه کدام کشور همکنون بیشترین چی را دارد؟ بعد میخواد بیشترین بعد چیزیه بیشتر- که چی مثلا من فکر کردم اینجوریه جواب تو بده بیشترین جمعیت رو بیشترین خدا افتاده خب. بگو هند علی دمت گرم. 6 تو رو خدا 26 جمعیت بود. چطور چین نبود هندم نبود همکنون یه کشور جدید ایجاد شده؟ همکنون آهو یک اصلا چی آجی کدامه دیگه با دوه در در کدام کشور همکنون بیشترین جواب جمعیت تو. را ها خار سوال جواب تو بده روسیه نفر بعد برو بگو یک یک برام سوال شد. بوم حالا یک ساعت. واسه جوابش میده خب من نمیدونم. سرت پکن. اگه پایتخت بگی یه چیزی آره هست. دیگه چین خیر آره همکنون بابا همکنون من نگاه همکنون پایتخت هند رو باید بگی. نه هندم اصلا هیچ شاید دادم. آجی اینا تو دهنت جمعیت هیچ نداره. دادم هند نیست چین نیست پس چیه چیه پس؟ هیچی نمیخوای بگی علی عدد می‌دونه؟ نمیخوای بگی حرف بزنی دیگه مشخص سوالا 8 حالا 8 حالا من فکت چک دوباره میکنم واسه در جهان رو داره جهان داره دیگه. در خب بگو همکنون بمبئی دیگه برو خیر من بگم بگو پایتخت کدام کشور گفته کدام کشور رو باید بگی خود آمریکا واشنگتن دیگه نگو که برادر یک لحظه داشت میپخی و راستی پایتخت کدام کشور من ولی آخه من بازم جوابم چی بود آخه آخه. هند و چین رو اصلا گفتی هند و چین آخه دیگه آمریکا چین هند دیگه چیه پس همکنون یک کشور جدید آمده همکنون روسیه گفت روسیه هم من گفتم داداش. روسیه ولی آمریکا که جواب قبلی ازت روسیه بود. دادی اگر در ناموس اومد روسیه بگی نشیده واسه آقا روسیه چون گفت واشنگتن آمریکا پس آمریکا یعنی تا نشستیم اینجا منفی 3 این نگفت کشور بگو خودش گفت آمریکا خودش نگفت آمریکا خودش گفت تو اصلا واشنگتنه پس آمریکا من بگم این دو تا دیگه که- ریدی نه، دیگه من من یه دونه بدم دیگه بدونم. دارم این نباشه دیگه نمیدونم آه این داره من یه دونه دیگه خب دارم بگو. من دیگه نمیدونم این جواب نباشه. آخر برای تو تازه که شنیدم تو فضا من میگن ایران تهران خیلی دیگه ولش جمعیت کن بابا. چیزه اصلا. توکیو ژاپن الان بله همکنون آهو سرچ هم بکنی همین اصلا به ژاپن فکر نمی‌کردم اصلا پایتخت واجی کدام کشور توکیو همکنون خیلی بیشترین خفنه جمعیت- خیلی هم میرم جمعیت رو در جهان داره بوم خیلی از پیکن هیچ کی نگه ما دلم برای علی سوخت این دفعه تو شد الان ما بگم نه بگو اوکی آفریقی باش بگو خب بعدی من بگم دو تو جایزه بگیرو بیام وسط کدام جایزه متعلق به برنامه اسکار است جایزه اسکار برو بعدی هست. آره، اصلا نمیدونم میخوای بعدی رو سه قطعا باید بگو، بگو. مشخص بکنه کدام جایزه چی جایزه؟ جایزه چی کم فکر کن مقصد فکر نمی کنم 3 باشه بخاطر میگم 4 چهار یک سه. چهار اوه چیز خوبی رو باز کرد میگی تو چی میگی باشه ما رو بیرون کدام جایزه دوان اواردز البته دوان دیوان نه اشتباه شد هی همجوری داره آیکیو همجوری به سقوط داره کدام میکنه جایزه گیم اواردز سوالش خیلی عجیبه چرا 2 جایزه است بازی که نیست یک
برای اینکه 10 تا بشه بچه‌ها خیلی سخته. برای کدام شما- من جایزه دارم میدونی من احساس میکنم من یه کتگوری جایزه گیم آواردز مربوط به مثلا نمیدونم چی؟ علی چی؟ 3 شاید اصلا 3 گیم آورد. کدام جایزه گیم آواردز یک جایزه‌اش اسمم داره 10 تا کتگوری نه داره. نه نه کاتگوری اوکی ولی اسمم داره اصلا خب باید جایزه مثلا چون کدام جایزه گیم آواردز به خیلی سخته نمیدونم منم نمیدونم من بعد یه حدسی بزنی از این هیچ حدسی نمیتونی بزنی. میخوام کوک کنم یا الان میشم یا مثل سگ. قبل از اینکه شماره 1 رو برای من باز کنی بله. امساله نه جایزه گیم آواز را کدام گیم از آن خود کرده است اکسپediشن 33 داشت اوکی، هزار تا شاید جایزه باشه. گیم آواردز ولی داریم. کدام؟ جایزه گیم آواز بهتر بازی سال دیگه اونجوری هم میشه. اکسپediشن 33 اشتباه بود. سال الان یک من- رو باز کن دیگه. یک رو باز کن. گفتم اوکی، یک. یک رو باز گفتم کن. قبل از اینکه حرف خب بزنم بیا یک. برنده. جایزه گیم آواردز در فلان سال اوه سوال شما در برنده بیاری. جایزه گیم آواردز یعنی چی اصلا؟ یه کاتگوری باید داشته باشه دیگه لاشی تو چی میگی؟ شاید منظورش بهترین برنده بازی سال. جایزه گیم آواردز. اون جایزه بهترین سال بهترین بازی اون اسمش؟ حالا شما کار انجام بدید من چیکار دارم آنجا حرف بزنم. برنده شما- جایزه گیم آواردز 5 که نیست اصلا 6 شد در سال 7 بس 20 چی کارم بوده درسته ولی یاد میاد کارم درسته. 20 26 چی بازی اون؟ خب تو که الان میگی تو یادت چی بوده؟ آرشیو مغز سخت فارغ آج آدم از ذهنش میپره. آره. 20 چه بازی اومده 2019 یادم 20 یادم نیست 20 یادم عالیه. ازت رد 2 بشه. ثانیه فقط فکر کرد 26 امسال 26 بچه‌ها سال خوبیه. اوف سوشیما قبلش اومده بود نه؟ گیم آف چون گیم آف دی ایر ادیشن داره نه؟ اشتباه میکنم؟ سوشیما اصلا چی گرفته اصلا شما میشه حدستو بزنید و توضیح آقا فکر ندید. کنم خب خب توضیح نده باش. خودتو داری خراب میکنی. شاید باور نشه میدونم کدوم بازی ها همین الان میتونم بگم چه بازی اسمش رو از استرس یادم رفت بگو برو علی حدس بزن. نمیدونم خب بابا یک بازی حرف بزن. خب چه بازی بازی 20 فکر 20 شو می‌کنی اومده آخه ارزش داره که مثلا جایزه 20 شو یک اومده چیز یه گیمی بگو دیگه وارزون چه میدونم میگم که آقا خود بابا شما بابا میگی این بازی بازی نیست، این بازی بازی بیس بیس چی تو ذهنم یه تو نیست ذهنش. هیچی نیست تخمی ترین بازی هم گفت. خب علی وارزون 20 شاید 20 خوب باور لاشی نشه الان من اینو چیکار کنم از استرس اسم بازی یادم رفت ولی اسم اصلیش دنیاش همه چی میدونم چیکار کنم اسم بازی باید بگی من اسمش از نمی‌دونم. اصلیشو بگم حساب نمیشه چون دیگه مشخصه خب بگی شاید ما بفهمیم پس شاید نه من بگم نه حساب بشه خب بگو این نه بگم حساب نمیشه. سرچ بگو. کنی اگه همون باشه درسته دیگه داشت من میدونم شخصیت اصلیش کیه. بگو به کامیدیش برو. تعریف کرد. بگو نه. شب من بدم بعد بهت میگم نه اسمشو چجوری یادم که رفته نمیگه بهت 10 بار خودم گفتم 10 بار 20 من نمیگم رد میشم تا فکر کنم نمیگی که اصلا بزنم نمیدی؟ نمیدم تا دور بعد خب یه تمام عدد بزنم. به اولاش حداقل اونجا باشه یه عدد بگو حداقل. خب دیگه مشخصه دیگه 8 مشخص است کدوم بازی خب هست منم نمیدونم واقعا 20 چیه ولی خب یه حدس میزنم من حاجی من میدونم یکی از جایزه ها رو استروبات برد ولی نمیدونم کی اومده است بعد همین چند سال پیش اومده بود حسابات همین سال پیشو بگو. اه، چقدر دیر اومده بود هیچ کی نمیخواد جواب بعد بده. سر فهمیدم. یا 20 اصلا یادمون نمیاد خب آقا فهمیدم. همه میرن کنار. من فهمیدم. یه میخوای بگی؟ ها اگه بگی اشتباه باشه بعد راهنمایی نمیتونی جواب بدی. من میدونم اسم بازی اصلا راهنمایی نیاز نداره خب بگو دیگه. اسمشو خب بگو بگو. اسمش هم میتونی راهنمایی کنی نه داداش من بخواد راهنمایی اسمش بگه در دیگه مورد دیگه چی؟ نمیگه نمیگه بگو. اسم بازی رو میدونم تیرز آف کینگدم خیر راهنمایی میکنم. رفتی کنار برو حسین توی بگو. لاسافاس 2 باری کلا 20 مگه اومده بود چیزی که من دوباره علی میخواد سرچ کنم بچه‌ها. حاجی 20 مگه اومده بود من خودم تا بازی الان- من خودم فکت چک کرد. یعنی الان خودم دیدم که نمیدونستم 20 اومده عدد لاسافاس مگه 20 اومده بود لاسافاس دو. 2 رو 2021 تو نظرم بود حالا بگو شاید من 2021 بعد میزدم اشتباه زدم. لاش وقت خدا 20 اشمس گیم آورد نه لاسافاس پارت باورم نمیشه گیم اف دی ایر گیم آف دی ایر برو من 2 تو ترین گرانترین گرانترین خب ماشین جهان آها چیست آفرین. خب ماشین بتمن تاشون 5 میلیون بود حسین تو دو تا از گزینه‌ها شما میگین حسین اصلا کلا رفت کنار. برای چی خواهد ترین چی حدس بزنم اوکی اولی رو بزن 3
تو دهنت اولی چیه خب ترین آهنگ الان ترین آهنگ پرفروشترین آهنگ باشه پربازی‌ترین آهنگ باشه تو الان خب هر آهنگ طرف باشه خب تو الان میدونی این آهنگه چیه؟ من قبلش میدونستی چیه اولش باید بدونی چیه خب اونو بدونی باز اینو نمیدونی چی داری چه فرق میکنه سر به بالا چه کلا بزن حالا این مثلا فکر کنم بیشترین میشه بیشترین آهنگ تو مواد مصرف کلو بیا خب بیشترین آهنگ خب داداش شده اینو تو فکر کن اسپاتیفای نیست مثلا. اصلا تو وقتی اونو بگی چه فرق میکنه بیشترین دسپاسیتو Despacito اشتباه آهنگ که من تو دیوارم اینو که عمرم بگیرم حالا یک مشهورترین آهنگ فلان خواننده است آجی اوه من که اینو که نمیتونم جواب بدم خب بریم یه حدسی بزن حدست هم سریعتر بزن گشنم نه اینو واقعا نمیدونم من تو آهنگ حسین 5 بوم مشهورترین آهنگ تایتانیک چیه تایتانیک؟ مشهورترین آهنگ فیلم تا مشهورترین آهنگ فیلم تایتانیک داشت کل ترکاش چیه من ادامه‌شو نگفتم فقط همون گفتم اگر قرار باشه اسم آهنگشو بگم که داشت منم نمیدونم ولی اگر قرار باشه اسمشو نگیم اون صحنه که روز جیری واسطه همونه آهنگش چیه؟ نمیدونم بخونی یکم دی من بکنم یادت نیست؟ نه اوکی خب همین امتیاز نمیدی الان این جواب بدیم بود ها دیگه روز اینجوری گرفت ها دیگه 7 چه آهنگ خودش 10 بار مشهورترین آهنگ فیلم تایتانیک برای چه خواننده ای است؟ سلین دیون. اسم آهنگ باری کلا برادر پختوپس باری کلا اسم آهنگ برای چی بخوام؟ بده بره چه آنند خدایی این بی‌انصافی ما اصلا نمیدونیم آننده سلین دیون همه میشناسن. من نمیشناسم سلینیون رو میشناسم من نمیدونستم آهنگ خواننده ای اجرا شد شروع خدا شد. علی دوباره شروع کن دلم سوخته است. شیش خب دو بار یه بار بگو 3 بار 3 بوم بابا بس کدام اومد رو 3 ببین کدام اومد رو 3 از این روزی که کدام کدام یک سوال آخر می‌بینی از 10 به 1 نشد نوشته مثلا جوری میشه داشت تو جواب بدی 3 امتیاز میگیری فقط جواب بده سوال با 4 تا بعد جواب بده به 4 تا تا 4 تا کلمه چالش رو قبول کردم اکسپت چالش اکسپت حسین کار نمی‌کنه لپتاپ جهان چرا ویرگول داره؟ نمیدونم بعدی علی یکو بگو یک چرا ویرگول داره؟ خب من تو ذهنم نقشه جهان بود. در جهان پولدارترین فرد کیست؟ باریکلا. ایلان ماسک. عالی گفتی علی 4 باز شهر در جهان کدام شهر به سینمایی ترین شهر جهان معروف خب نیویورک باریکلا حسین 5 دیگه واقعا نگفت نتونستم بوم شیشه باید مگفتی. بیشترین چی؟ این دیگه اگه من گفتم 6 مثلا نسی بیشترینش خب را رفت میدادی داداقل از رو بیشتری بخواه بفهمی. الان مگم بسا الان جواب مگم تا بر بیشترین آلودگی هوا داره خب تهران باریکلا علی چیش چی شد؟ چی شد؟ 6 چی شد 6 نبود که 7 بود الان بگم بازم بتونی آدمی توش وجود داره بگو میشه تعداد افراد ثروتمند. خب موناکو. باز اشتباه بود داشت آرامش خودت بزن 7 به ترتیب شروع میخواستم بگم برج آجی میخواستم بگم برج جون تو منم خواستم بگم لشی خراب جان تو برج لاشی حالا جواب این سوالو میدونی؟ من جوابش نمیدونم میخواستم بگم برج تو گفتی نیویورک. نیویورک خیلی دیگه آسان نیویورک زیاد گفتی. داره الان حاجی الان چینی های واضحه پدر با این سگم جوابی که حاجی این دو دارم واضحه. چی؟ حالا بگو نیویورک بود الان دیگه حالا. نیویورک نیست. خب چه کشی؟ واشنگتن. حالا برو دیگه. الان چی اسمش؟ الان اگه دقت بکنی چینی ها تو ساخت و ساز خیلی نگو جواب بده دیوس گشنمه پکن نه حسین فکر کنم دبی رو به یه دونه آسمان خرج شده گفته تهران الان یکی دیگه هم من- میخواستم بسازم مغز تو یه برای یه عدد بگو دیگه. یکی دیگه هم بزنم
شماره 8 حالا رو چه کوبر بقیه خب فعال یعنی چی فعال؟ متروکه نیست دیگه. متروکه نیست. میدم مغز. خلا آرماس مقالش میسازه با کار نمیکنه. مقعد خراش چیه دیگه؟ الان همین برج میلاد خودمون داداش نصف طبقه فعال نیست. علی بگو. بکن نیست، نیویورک نیست، دبی نیست، توکیو. اشتباه. دیگه چی باید بگیم دیگه دیگه؟ عدد 9 اونم که میشه 10. تو نگید میریم بعدی دیگه. حال ندارم ایستاد وایسن تو من بدم. این نگفت یا راهنمایی کنم بگید. نمیخوام. مرسی. بگو. بذار یه دونه میخوام بگم خوب بگم. من فهمیدم آجی. من جواب میدونم. من مطمئنم جواب میدونم. سعود نه تو اگه من گفتم تمام دیگه. تو اگه میخوای حدس بزنی اگه درست باشه امتیاز میگه، اشتباه باشه امتیاز کم میشه یکی. کم نکن دیگه. خب میگم تموم اونقدر کردم. صد نیستم ولی 90% میدونم. هر کی بخواد حدس بزنه ازش امتیاز کم میشه. ما که ندارم اگه اشتباه باشه. اگه درست بود 2 امتیاز میدی؟ اگه درست بود 2 امتیاز. لاس وگاس. اشتباه بود. چی بود جواب؟ هنگ کنگ. او چین. هنگ کنگ. چه پکن میگیم آجی اون کن راست چین دوباره به ما ضربه زد. مجنون. خب سوال آخر دوستان در خدمت شما هستیم. بفهم. ازت کم نکردم. از شما نگم ولی فکر کنم به حال نمیرسم اگه دابل میکنی بعدی دیگه اوتی هم بره. بگو حسین تو بگو. دیدم اوتیره علی دید من میگم 3 الان کدام معروف کدام سعید سلبریتی معروف در فعالیت دارد یعنی فکر می‌کردم نه واسه بذار بگو ماخم بگو حد زدی؟ دیگه چی بگم پول بعدی هستم برم محمد ببخشید میدونی کنار اینا که قرار میگیره میگه دقیقه حالی با حالی میشه جا خاکش حد خودمون نمیدونم وقتی کنار اینا نفر بعد علی بگو عددت. من یا اون علی 5 ببخشید علی من که خواست میشم دو دو بازیگران معروف علی حرف میزنی بریم بعدی. سب کن من خیلی گشنه آجی بریم منم خیلی گشنم ولی نه 5 توی مگه من هیچی نگفتم با خودم هم باقی نکردم از 5 هزار یک زنگی دارم 5 هم بخواد دیگه از اول 5 من بزن من بگم دیگه 5 خوب چیزی رو بازیگران ولی هایجی بازیگران چرا؟ اوه شاید دو جوابه بازیگران معروف نقش شرلوک کیا بودن رابرت داونی جونیور بندیکت کامبربچ درسته من یکی میخواستم ولی خب تو 2 تا گفتی چون بازیگر خیلی زیاد داره یه عالم قدیمی هم هست. آره دیگه کدام بود اصلا؟ اما کدام من بود دهنه ما که خب الان ما فقط برام مهمه که نمیرسم به تو اش تموم شد نمیرسم چیه چنده یکی دیگه داریم اوورتایم اوتی باز کن اوتی مال زمانیه که امتیازا مساوی باشه. اگه چه اوتی باز در تایم بود مچ چقدر اختلافه ای کم من 3 تا فکر تریپل کنم بریم در رتبه سوم وقتی یک نفر با عدد 0 هست دیگه اصلا اوتی معنی اوتی نداره معنی نداره. علی میکساد یک تشکر. مساوی تشویق نده صفرش واشه یک دست علی برد نگاه برنده بازی بیجنبر نگاه کن با چند اختلاف 5 امتیاز کی شد 5 با 2 امتیاز اختلاف کی شد 5 علی بیم. من داشتم حساب میکردم 3 من تا ازت بود کم هم نکردم دوزه. کم هم نگرد دازه من آخر بار که حساب کردم 3 تا بود لاف چند تا نه دیگه، دو تا پنج پنج تا الان صفر. یک سوالی پیش میاد ما 10 تا سوال داریم. دو تا رو 5 و نگفتیم 3 2 تاشو من نگفتم یکیشو نگفتم. دو تاشو نگفتیم دیگه دیدم خب پس ما اوکی ریاضی ندید. خب مرسی که دیدین خداحافظ ما دوباره رفتم پایین. بده برم آخری هم بازی کنیم یه دقیقه از یه اوتی بیام چی بزنیم برام بزنیم یه ثانیه 1 ثانیه پس یک یک محبوب‌ترین تو محبوب‌ترین بازیگر هالیوود کیانو ریوز خیلی 3 چیز
محبوب اپلیکیشن چیز دیگه اوه تیک تاک برادر is cooking today. با 2 تا رو بیاره. آقا خدا ما دارم 6 تا بود من رفتم پایین این در رو می‌خواستم در رو باز کردم تا رفتم جلوی 2 قدم رفتم دیدم در داره همجوری میاد که بسته بشه دوباره پریدم در گرفتم نمیدونم اینو با قشنگ بعد چفتش کنید تا در وایسته نه حالا بسیط به هوا داره. وسط گذاشته بودمش بعد هی ولش کنم هی در میومده تو من اینجا با گرفته بودم هی ولش کنم دور به یارو گفتم داداش من نمیتونم بیام همین در بسته میشه یارو من بگش خندید گفت موتور منم جک نزده از رو هوا اینجوری بده خیلی خنده‌دار بود. خب